گاهی وقتا شیطان میآید در ذهن شما میگه که خب فلان چیزی که پیدا کرده، شما میگین خود الله پیدا کرده، باز میگین فلانی که پیدا کرده، اینو دوام میده تا اینکه به این سوال میرسه که میگه خود الله رو کی پیدا کرده. اما تو گپات از ذهن انسان خطور میکنه. خیلی ها گپا میگن، خیلی ها نمیگن، میترسن پیش بردن. شیطانی وسوسه در ذهن اکثریت میکنه. او میترسه که خب چطور گپا بگم. همین خودش نشانی ایمان است. چطور نشانی ایمان است؟ یعنی در قلب یک نفر نسبت به الله ایمان وجود داره که شیطان رو میخواد با این وسوسه رو بگیره. دقت کردین؟ به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم وسوسه های شیطان در این مورد را نشانی ایمان معرفی کرده. دقت کردین؟ به مثلا میگه در این حالت میگه نعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا آمنت بالله و رسوله، یا موارد دیگه که وسوسه شیطانی را از خود چی بکنید؟ دفع بکنید. اما گاهی وقتا خطر این قضایا چیست که انسان را چی میکنه؟ به اصطلاح زیاد به خود مشغول میکنه. حتی در میان صحابه بوده. گاهی وقتا صحابه هم از نفاق خود میترسیدن و هم از اینکه نعوذ بالله مرتکب کفر شوند میترسیدند. بارها صحابه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله، در ذهن ما گپای خطور میکنه که نمیتونیم به زبان خودمون را بیاریم و میترسیم که ما کافر نشیم یک دفعه. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خود و ذاک صریح الایمان، خود اینمی نشانی ایمانداری یک نفر. انسان مسلمان در یک جنگ و مبارزه دوامدار و طولانی با دو نیروی خطرناک و خیلی هم سر انسان موارد تا حدود مسلط قرار داره که نفسش است و شیطان است. هر دوی از اینها اولین حملهشان به خاطر گرفتن ایمان یک نفر